این گیاه رو کمتر کسی میشناسه که تیروئید کمکار رو تنظیم میکنه. مثل یه جرقه میمونه برای تیروئید کمکار. کسایی که تیروئیدشون کمکاره، ریزش مو دارن، موهاشون نازک شده، خستگی کسلی دارن، یه ماه از این ترکیب استفاده بکنید، بعدش به همه معرفیش میکنید. پونه کوهی، یک قاشق غذاخوری به همراه تخم شیوید کوبیده شده و یک مقدار شیرین بیان. اگر فشار خونتون میره بالا شیرین بیان استفاده نکنید. اینها را به همراه یک لیوان آب جوش میذارید 10 دقیقه دم میکشه. هر روز بعد از ظهرها یک لیوان ازش استفاده میکنید. تیروئیدتون رو کاملا تنظیم میکنه، گردش خون سرتون رو میبره بالا. حالا برای ریزش موهاتون هفته 2 بار در کنار این دمنوش از سرم هیدرولیزی استفاده بکنید که باعث میشه دوباره تار موهایی که نازک شدن رو ضخیم کنه، رشد موهاتون رو بیشتر کنه، ریزش موهاتون هم کاملا براتون متوقف میکنه.